هیچکس فکرشو نمیکرد تیمی که یه روزی برای قهرمانی توی لیگ قهرمانان اروپا بجنگه الان برای بقا توی لیگ برتر انگلیس بجنگه. بله درست حدس زدین، تاتنهام هاتسپر این تیمه، ولی ژوزه مورینیو اومده که این تیم رو دوباره به دوران اوجش برگردونه. چطورین رفقا؟ علی هستم و چهارمین ویدیوی کریر نجات تاتنهام هاتسپر. خوش اومدین دوستان. خب دوستان، توی قسمت قبلی بازی با منچستر سیتی رو انجام دادیم که خیلی نتیجه افتضاحی رو به بار آوردیم و الان هم بازی با بورنموث رو داریم. توی جدول رده 13 رو داریم با 3 امتیاز که اصلا جالب نیست، ولی خب اولشه. جا داره واسه تیم قوی شدن. بعدش هم اول فصله. کریستیانو رو خریدم دوستان آخر قسمت قبلی که دیدین. تاکتیک تیم رو میخوام عوض کنم، ترکیبم عوض کنیم. به نظرم 4-4-2 هولدینگ به نظرم بهتر باشه. این بهتریه. دا بزنیم چک کنم ببینم. این خوبه، همین خوبه دوستان، همین 4-4-2 هولدینگ که اول بهتون گفتم. اینجا آداما میاد این ور. خب گلومانی رو میاریم استی میذاریم. این ورم قدوس میاد. این دوتا هم اینجا رومرو اندوان دفاع پر رو دفاع چپ ما خوبن. چوردن توی دروازه ریچارلیسون هم میذاریم حالا که این بنده خدا اینجوری. به نظرم تاکتیک اینجوری باشه بهتر. سیو میکنم، چک کنم ببینم نقل و انتقالات چقدر مونده تموم میشه. خب 2 روز مونده تموم شه. فعلا بریم بازی با بورنموث رو انجام بدیم. آقا بریم بازی با بورنموث رو انجام بدیم ببینیم تا بعد. حالا خب گیم پلی بازی از اینجا شروع میشه دوستان. قدوس سار دوباره با قدوس کار میکنه. برو سار CR7 میرسه. سار قدوس سار CR7 با دافن کار میکنه. CR7 میسوره به سار. خود سار تو میده به قدوس. خود قدوس پنالتی نبود. نه داور پنالتی نمیگیره. قدوس با کولومانی کار میکنه. کوواچیچ سار کولومانی میسوره به قدوس. خود قدوس میاد عقب. قدوس میخواد ضربه بزنه، ضربهشو میزنه تو میرسه جلوی کریستیانو رونالدو و گل اول این بازی رو CR7 به ثمر میرسونه. اولین گلش رو توی تیم تاتنهام میزنه. CR7 با ضربه سر همین گل رو میزنه. قدوس شوت کرد، دروازه‌بون بورنموث سیو میکنه و جلوی CR7 میفته و مطمئنا CR7 این موقعیت رو از دست نمیده. دوباره ماتئو کوواچیچ با سار کار میکنه. خود سار قدوس به قدوس رسیده. خود قدوس دوباره میاره تو عرض میخواد ضربه بزنه. خود قدوس ضربهش به بیرون میره. این بار نمیتونه که ضربهش رو توی چارچوب بزنه. او میسوره به سار. خود سار پایین میبینه قدوس رو. خود قدوس حرکت کرده. قدوس اولی این پسر. قدوس سار ماتئو کوواچیچ ضربه رو میزنه. ماتئو کوواچیچ دوباره سیو از دروازه‌بون بورنموث. موقعیت برای بازیکن‌های بورنموث. موقعیت نباید اجازه بدیم گل رو بزنن. نباید اجازه بدیم. گل اول رو دریافت کردیم.
گل اول رو دریافت کرده. بروکس گل رو به ما زد. رومرو با سار کار میکنه. برو تو میاره این سمت با کدوس، خود کدوس با سار کار میکنه، خود سار میسوره به CR7 میده به آدم تراوره. آدم حرکت کرده تو میرسورن آدم سانت میکنه کولومانی بعد رو سر CR7 سانت میکرده. یکم بد سانت کرد. موقعیت دوباره واسه بازیکن‌های برنوس دفاعمون عالی عمل میکنه، تو میگیره آدم تراوره میرسه، متو کوچیچ میسوره به رونالدو، آدما حرکت کرده، آدما میاره این ور میسوره CR7 حرکت میکنه، CR7 نمیتونه که گل دوم بزنه. 1 و 2 عالی با بازیکنمون انجام داد. میرسه به CR7 کدوس، خود کدوس با کولومانی کار میکنه، کولومانی میچرخه نتونست با چرخیدنش بازیکن برنوس رو رد کنه و دروازه‌بونشون تک به تک بشه. موقعیت برای بازیکن برنوس نباید اجازه بدیم گل بعدی رو هم بهمون بزنن. توپ همچنان دست بازیکن‌های برنوسه. موقعیت حساس تیمشون، موقعیت برو عالی عمل میکنه، توپ دور میکنه و نیمه اول رو هم اینجا به پایان میرسه. هدک نبودیم، خوب بودیم. یکی که قدوس هم عالی بود. قدوس عالیه، بیشتر حمله همون هم از سمت قدوس انجام دادیم. تو میگیره عالی عمل میکنه سار. قدوس باید فرار کنه، تو میسوره به قدوس، خود قدوس میاره تو عرض میسوره به سار، خود سار موقعیت هست، سار ضربه خطرناکش به بیرون میره. موقعیت خوبی بود. سار میرسه، سار با کدوس کار میکنه، خود کدوس و دوباره میسوره به سار، میسوره به CR7 ضعیف عمل میکنه CR7 توی این موقعیت. پر رو میرسه با کولومانی کار میکنه، خود کولومانی میسوره به CR7 کولومانی حرکت کرده، توپ میرسه به کولومانی توپ به اسطوره CR7 چه ضربه ای بود زدی رونالدو، چه ضربه ای بود. نهایی بازی رو عوض میکنن میارن پایین. نباید اجازه بدیم گل بعدی رو هم بهمون بزنن. نباید اجازه بدیم. سیو عالی از جردن پیکفورد. دوباره موقعیت برای بازیکن‌های برنوس. از موقعیت همون استفاده نکنیم همین میشه دیگه. اینا دوباره حمله میکنن. برو بازیکنشون پر رو تریپ کنه، میگیریم. خوب از جردن پیکفورد. پر رو میرسونه به کدوس، خود کدوس با این با سار کار میکنه، خود سار CR7 تو باید برسونه به کدوس، عالی عمل میکنه پاسش. خود کدوس عقب میاد با CR7 کار میکنه، میسوره به مدافعمون و با سار کار کنه، خود سار خطا
خطا به روی سار، موقعیت خوب رو تعویض کنیم بازیکنمون اصلا جون ندارن. تل بیاد اینجا اونور، کولوسفسکی بیاد اینجوری میکنه، اینجوری بهتره. دوتام عوضشن جون ندارن، اونام خوبه. این موقعیت رو سیاسفن میتونه گل کنه یا نه؟ موقعیت خوبیه بود سیاسفن. ضربه رو میزنه سیاسفن، موقعیت نرفت تو گل. سیمون توپو میگیره، با بنتانکور کار میکنه، اینور توپ تل میرسه، بعد فرار کنه تل، 1 و 2 میکنه با دفاع چپمون، دوباره تل میرسه به تل، اینور با چه پاسی بود؟ من CR7 پاس دادم. اشتباه، خیلی بد بود پاسش. به خدا من به CR7 پاس دادم. الان شانسمون میاد اینم میره. گوردن پیکفورد عالی عمل میکنه، تو کولوسفسکی میرسه، کولوسفسکی با پو رو کار میکنه، سیمون، رومرو، تل با رونالدو کار میکنه، تو میخواد برسونه به کولومانی، پاسش خوب نبود، پاسش اصلا جالب نبود. Adrian Truffert. Justin Kluivert. دوباره موقعیت برای بازیکن‌های بورنموث، ضربه سر رو بعد پو رو بزنه تو کولوسفسکی میرسه، کولوسفسکی با کولومانی کار میکنه، کولومانی حرکت کرده، کولومانی میاره تو عرض، با سیمون کار میکنه، بنتانکور توپ میرسه به دفاع چپمون، ضربه بعد از بازیکنمون نرفت تو گل. موقعیت زیاد خراب میکنه، موقعیت خیلی بازیکنمون زیاد خراب کردن. بنتانکور پایین تل حرکت میرسونه به CR7. رونالدو تا دقیقه 70 میکشه، بعدش باید به کی میره؟ رونالدو تا دقیقه 70 میکشه. شوت پایان بازی هم اینجا خورد. موقعیت ها اون استفاده نکردیم، یکی از مشکلاتمون این که از موقعیت اون اصلا استفاده نکردیم. دفاعمون ضعیفن، دفاع و هافبکامون ضعیف عمل کردن، خیلی ضعیف عمل کردن دفاع و هافبکامون. با بورنموث مساوی کرد. نمیدونم حالا قدوس خوب بود، این خوب نبود. این دفاعمون اصلا خوب نبود، موقعیت آخری باید گل میکرد هرچند البیا، ولی رونالدو هم بدک نبود، معمولی بود. خب 10 ساعت هم مونده پنجره نقل و انتقالات تمام شد. حالا میری واسه قسمت بعدی که خریدای جدید انجام بدیم و تیم‌ها باید قوی‌تر کنیم. تیم خیلی ضعیفه، باید تیم قوی‌تر شه. مقابل بورنموث مساوی کردیم دیگه، چه انتظاری داریم دیگه؟ بازی با منچستر سیتی هم اونجوری میشه دیگه. خب دوستان خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدین. لایک و کامنت ویدیو فراموش نشه. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنید تا یه ویدیو دیگه بدرود.